سلام. سلام. دکتر احوال شما؟ شبتون خوش. سلامت باشین. ممنونم. مرسی، متشکرم. سلام میکنم به دوستان و همراهان عزیز. عیدا به شما و به بینندگان تبریک میگم و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. ممنونم از شما و منم خدمت شما تبریک میگم. امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین و امیدوارم که حالا من توی مسافرتم و دارم موبایل دیتا استفاده میکنم. امیدوارم که کیفیت اینترنت خوب باشه و انشالله که همینطور باشه. توکل بر خدا. بزرگوارید شما. با اجازهتون استاد من یه چند کلمه ابتدای بحث صحبت کنم به صورت مقدمه که ما امشب در خدمت شما هستیم. حتی آقای دکتر خودتون رو معرفی نفرمودین، ببخشید. و در بخش دولتی توی بیمارستان فیروزگر مشغول به کار هستم و در تهران بخش خصوصی هم فعال هستم. روش‌های مختلف درد برای بیماران مختلف از جمله بیماران سرطانی، کارها و کمک‌هایی که بتونم انجام بدم در خدمتشون هستم. بزرگوارید. همونطور که حالا شما که مستحضرید و بینندگان هم میدونن، بیماران مبتلا به سرطان خیلی مواقع دردها رو تجربه میکنن و این دردی که تجربه میکنن میتونه کیفیت زندگیشون رو پایین بیاره، میتونه مسیر درمانشون رو تحت تاثیر قرار بده، چون که پذیرششون برای ادامه درمان کم میشه و اینکه میتونه اون ارتباط خانوادگی و روابط بین فردیشون رو تحت تاثیر قرار بده، چون که یه آدم دردمند نمیتونه اون صبوری لازم رو داشته باشه، حتی ممکنه با اطرافیانش تندی کنه و یه سری روابط بین فردی رو هم از بین میبره. حالا یه تجربه‌ای که خودم داشتم و حالا تو درمانگاه‌ها اینا می‌بینیم، خیلی مواقع بیماران مبتلا به سرطان فکر می‌کنن که درد جزئی از درمانه و جزئی از بیماریه و باید حتما این درد رو تحمل کنن و اصلا در پی این که این درد رو برطرف کنن بر نمیان و خیلی مواقع برای مصرف داروهای مسکن که کنترل کننده دردن مقاومت می‌کنن. یا حتی بعضی مواقع میبینیم که پزشکان اونقدر که باید برای درد بیمار اهمیت قائل نیستن و بیشتر به نتیجه درمان فکر میکنن و مسیر درمان براشون خیلی اهمیت نداره. این شد که من خودم به این فکر افتادم که واقعا چقدر جایگاه این مبحث مهمه و ما مزاحم شما شدیم که راهنماییمون کنین توی این زمینه که واقعا بیمار مبتلا به سرطان و به طور کلی همه نباید درد بکشن و باید تا جایی که میشه درد رو کنترل کرد. حالا من ازتون یه راهنمایی که میخواستم این که به ما بگین که درد چقدر شایعه و چه عواملی باعث ایجادش میشه و حالا روش‌های کنترلش چی هستش. عرضم به حضورتون که درد همونطور که فرمودین هست، یعنی همراه عمده بیماران سرطانی هست. یعنی شیوع دردهای نسبتاً شدید حتی تا 70% بیماران سرطانی هم گزارش شده. اما اینکه الزاما بخوان تحمل بکنن، نه، واقعا اینطور نیست. یعنی درد باید کنترل بشه، چون اگر کنترل نشه خودش یه سیکل معیوب ایجاد میکنه و عملا کنترل بیماری رو هم سخت‌تر میکنه. عللش توی بیماران سرطانی میتونه مختلف باشه، ناشی از خود توده باشه، فشار به بافت‌های اطراف یا اعصاب باشه، یا حتی ناشی از درمان ها باشه، یعنی شیمی درمانی و رادیوتراپی هر دوتاشون خودشون میتونن که دردناک باشن، اما برای کنترلشون همیشه راههای وجود داره، راههای دارویی و غیر دارویی وجود داره و قطعا کنترل درد باید یک جزء ثابت برای این بیماران باشه. خب حالا دکتر، درمان‌های دارویی رو شما اگه بخواید توصیه کنید، حالا من یادمه که یه نردبان WHO بود، ما بر اساس اون عمل میکنیم، ولی ما در خدمت
راهنمایی میکنین که حالا چجوری عمل بکنیم برای کنترل درد، هم اطلاعاتی برای خود بیماران که اگر بخوان خودشون دارویی رو مصرف کنن به چه صورت باشه، و همین که حالا یکم تخصصی تر برای پزشکان هم ممنون میشه. درست میفرمایید. دقیقا هم نردبان WHO اینجا هم کاربرد داره. قدم اول و پله اول داروهای مسکن خیلی ساده هستن، مثل استامینوفن و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثلا بروفن، ایندومتاسین، ناپروکسن، این خانواده و این دسته داروها. دسته دوم برای این بیماران مخدرهای خیلی ضعیف هستن، مثل کدئین یا ترامادول. و دسته سوم داروها مخدرهای قوی‌تر هستن، مثل اکسیکودون و مورفین. پله پله میایم بالا، طبیعتا اول از پله سبکتر و کم عارضه تر تا برسیم به پله آخر که مخدرهای قوی هستن. اینها روش‌های دارویی هستن. یه سوال دیگه هم داشتم الان که فرمودین، بیماران پس برای کنترل دردشون میتونن استامینوفن رو هر 4 تا 6 ساعت مصرف کنن. آیا میتونن همزمان استامینوفن رو با داروهای مثل بروفن یا ژلوفن اینا استفاده بکنن اگر دردشون کنترل نشد، یا نه استامینوفن رو قطع کنن بعد برن رو داروهای مثل ژلوفن و بروفن؟ ببینید، واقعیت اینه که بسته به بیمار داره، خیلی خیلی وابسته به شرایط بیماره. این نردبان WHO و از قدم‌های سبکتر و ساده‌تر و کم عارضه‌تر رفتن به سمت داروهای مخدر سنگین‌تر یک روال و اصل کلی هست، اما واقعا وابسته به شرایط بیماره. به عنوان مثال، بیماری زمینه وجود داره یا نه توی اون بیمار و اون نوع سرطان چیه. به عنوان مثال ممکنه که یک نفر سرطان کبد داشته باشه و بعد ما توی مصرف همون استامینوفن هم تا یک حدودی محدودیت داشته باشیم، یا یک نفر توی دسته داروهای غیر استروئیدی مشکلات زمینه همراه داشته باشه، یعنی یک بیماری کلیوی پیشرفته داشته باشه و توی مصرف بروفن یا ایندومتاسین یا این دسته داروها تا حدی محدودیت داشته باشیم. قانون کلی همین هست که خودتون فرمودین و من هم خدمتتون عرض کردم، اما نکته اینه که بعضی وقتها این داروها نیاز به اصطلاحاً دوز ادجاستمنت دارن، نیاز به این دارن که تحت نظر پزشک مقدار تنظیم بشه، هم اینها و هم حتی رده مخدرها، بسته به شرایط بیمار، مشکلات جانبی که داره و سطح تحملش، پله پله پزشک تصمیم بگیره و داروها رو تجویز بکنه. نکته بسیار مهم اینه که این داروها میشه پله پله رفت بالا، ولی این کار واقعیت اینه که خودسرانه نباید اتفاق بیفته و تحت نظر پزشک معالج باید باشه. درسته. بعد آقای دکتر، حالا اگر با درمانهای دارویی درد کنترل نشد، قدم بعدی ما چی میتونه باشه؟ اگر تا جایی بریم که داروهای مخدر هم به مریض میدیم، مخدرهای قوی میدیم و درد همچنان کنترل نمیشه، ما سری روش‌هایی داریم بهشون میگیم روش‌های اینترونشنال درد یا روش‌های مداخله‌ای درد. عمده این روش‌ها مکانیزمشون اینه که میان شبکه عصبی اون منطقه رو، اون ناحیه درگیر و دردناک رو بلوک میکنن و بی‌حس میکنن، بسته به اینکه اون سرطان اولیه یا اون بدخیمی کجا وجود داشته باشه، شبکه عصبی همون نقطه بلوک میشه. میخواد سرطان‌های سرگردن باشه، میخواد سرطان‌های گوارشی باشه یا عضلانی اسکلتی باشه یا هر چیز دیگر. عمده روش‌ها معطوف به این روش هستن. بعضی وقتا هم پیش میاد که یک گسترشی داریم به بافت‌های استخوانی، به عنوان مثال دنده‌ها یا استخوان‌های بلند مثل استخوان بازو یا استخوان ران یا ستون مهره‌ها، که اونها رو هم با روش خودش ممکنه که در کنار همین روش‌های بلوک عصبی از یک نوع سیمان در حقیقت پزشکی، یک سیمان خاص هست، استفاده بکنیم، اونجا تزریق بکنیم، هم به کنترل روند بیماری کمک میکنه و هم درد بیمار تا حد خیلی زیادی کنترل میشه.
بعد این روش های اینترونشنال برای کنترل دردهای نوروپاتیک هم موثره، چون بیمارانی که شیمی درمانی میشن به خصوص با داروهای مثل اوگزالیپلاتین که از داروهای پر استفاده است دچار گزگز تو ناحیه کف دست و پا و انگشتاشون میشن و تو موارد پیشرفته تر خیلی مواقع میبینیم که مثلا لیوان از دستشون میفته، نمیتونن وسایل رو خوب نگه دارن و داروهای مسکنی که ما بر درد نوروپاتیک میدیم خب گاباپنتین و پرگابالینن که خواب آورن و اکثر بیماران مصرفشون اجتناب میکنن. حالا این روش های اینترونشن برای کنترل دردهای نوروپاتیک هم کمک کنندن؟ تا حدی. قضیه اینه که با یک روش به تنهایی نمیشه کامل همه عوارض رو کنترل کرد، اما همونطور که فرمودین داروهای ضد تشنج در رأسش همین گاباپنتین و پرگابالین که فرمودین موثرن. داروهای کمکی دیگری هم هستن، مثلا آلفا لیپویک اسید هست. داروهای مختلفی وجود دارن که بسته به تحمل مریض و شرایط بیمار ممکنه که یک یا چند تا از این داروها تجویز بشن، اما در صورتی که خیلی این علائم شدید باشه، این دردهای نوروپاتیک شدید باشن، بله هم برای اندام فوقانی و هم برای اندام تحتانی، برای پاها و دستها، هر دو روش‌های بلوک عصبی وجود دارن. بهشون میگیم بلوک سمپاتیک، حالا سمپاتیک اندام فوقانی و سمپاتیک اندام تحتانی. اینها تا حد زیادی میتونن، اگر 100% نه، ولی تا حد زیادی میتونن علائم بیمار رو کنترل بکنن. بله. بعد یه سوال دیگه آقای دکتر، این اعمال اینترونشن، حالا مداخله‌ای که انجام میدیم چه عوارضی رو داره با خودش؟ این روش اینترونشنال هم مثل هر روش دیگری بالقوه میتونه عوارضی داشته باشه، اما اگر بیمار درست انتخاب بشه و روش هم درست انجام بشه، برنامه و پلن درمانی درستی برای مریض تحریزی بشه، عوارض معمولا خیلی نادرن و ناچیزن. اگر هم به وجود بیان قابل کنترل و قابل مدیریت هستن. ممکنه که اشکالات عصبی پیش بیاد، ممکنه که خونریزی، عفونت، عوارض خیلی خیلی ساده مثل هر سوزن زدن دیگری یا مثل هر بلوک دیگری ممکنه عوارضی داشته باشیم، ولی عوارض معمولا جدی نیستن و قابل کنترل کردن هستن. بعد نقش خانواده و اطرافیان توی این مسیر چیه که حالا چه اگر بخوان به روش‌های دارویی چه غیر دارویی چه کمکی رو میتونن خانواده برای بیمار داشته باشه؟ خیلی ممنونم. این سوالیه که حالا بیشتر همکاران طب تسکینی ما درگیرش هستن، اما خب هممون به نوعی این رو میبینیم و لمس میکنیم وقتی با این بیماران ارتباط داریم و تماس داریم. بیماران بعد از یه مدت، چون روند درمان طولانیه و در حین درمان ممکنه که دچار عوارض مختلفی بشن، خیلی وقتا خسته میشن و این خستگی باعث میشه که اون برنامه درمانی رو رها بکنن یا درست انجام ندن. همراهان میتونن و خانواده میتونن خیلی نقش حمایتی داشته باشن و کمک بکنن به بیمار که اون برنامه درمانیش رو دنبال بکنه. پیشنهادهایی که توسط تیم پزشکی بهش میشه رو انجام بده، مراقبت از خود یا اون سلف کیر بهتری داشته باشه و همه اینها کمک میکنه که یک سیکل مثبتی بیفته و نتیجه درمان بسیار موثرتر باشه. نقش اطرافیان بسیار بسیار پررنگ. دقیقا منم با شما موافقم، چون که خیلی مواقع خود اطرافیان هم یه مواقعی مزید بر علت میشه. این هم دیده میشه که باید بیمار رو حمایت نمی کنن یا از بیمار انتظارات غیر معقول دارن و همش میخوان که بیمار قوی باشه و این مسیر رو طی کنه. یه سوال دیگه که داشتم، حالا به نظر شما کنترل درد برای این بیماران چقدر اهمیت داره و چقدر بر روند درمانشون تاثیر داره و کیفیت زندگیشون رو، حالا چون که حالا شما بیشتر میبینین که بیمارانی که حالا دردهای شدیدشون کنترل شده واقعا کیفیت زندگیشون رو چقدر ارتقا میده؟ قطعا موثره. نکته اول این که بیماری که درد داره اصلا پذیرشش برای درمان تا حدی مختل میشه. وقتی که درد کنترل میشه، پذیرش برای شیمی درمانی، رادیوتراپی و باقی درمان ها هم اصلا بالاتر میره. خود این به روند بهبود کمک میکنه.
دوم، وقتی که درد کنترل میشه، علاوه بر پذیرش بهتر درمان، کیفیت خواب مریض هم بهتر میشه، اشتهاش هم بهتر میشه، استرس هاش هم کنترل میشه. همه اینها در مجموع باعث میشن که کیفیت زندگی بالاتر بره. قطعا نقش بسیار بسیار مهمی داره. دقیقا. حالا برای بینندگانمون بگیم که چه زمانی بیمار باید به متخصص درد مراجعه کنه یا حالا ما به عنوان پزشک ارجاع بدیم خدمت شما؟ همونطور که فرمودین قبلش، ابتدا روش‌های درمان دارویی وجود دارن با همون نردبان WHO و درمان‌های دارویی ساده، ولی یک جایی ممکنه برسه که بیمار به درمان‌های دارویی پاسخ نده. وقتی که با روش‌های دارویی معمول پاسخ به درمان گرفته نمیشه یا درد بیمار به اندازه کافی کنترل میشه، این اولین موردیه که بعد بیمار به پزشک متخصص درد ارجاع بشه. دومی که درد کنترل میشه ولی عوارض اون داروها انقدر زیاد هست که باز برای بیمار قابل قبول نیست و قابل تحمل نیست. به عنوان مثال داره مخدر با دوز بالا وقتی که بگیرن ممکنه که دردشون کنترل بشه، ولی ممکنه یبوست پیدا بکنن، خواب آلودگی پیدا بکنن یا تهوع پیدا بکنن. به خاطر این عوارض بیمار تحمل نمیکنه و کیفیت زندگیش میاد پایین. اگر عوارض تحمل نشن، مورد دوم هست. سومی که یک دردی داریم که موضعیه، توی یک نقطه متمرکزه. مثلا هم میگیم دردهای لوکالایزد وجود داشته باشن. این دردهای لوکالایزد ما برای اینکه ساکتشون بکنیم میایم شبکه عصبی همون منطقه رو بلوک میکنیم و خب طبیعتاً عوارض این بلوک عصبی و درمان نقطه‌ای و موضعی به مراتب کمتر از این هست که ما بخوایم یک دارو رو بدیم تو کل بدن بچرخه تا درد اون منطقه خاص رو کنترل بکنه و پوشش بده. تو این سه مورد پس بهتره که بیماران به پزشک متخصص درد ارجاع داده بشن. دکتر، حالا میشه راجع به خود مثلا روش بلوک عصبی صحبت کنیم؟ چون فکر می‌کنم شاید برای کسایی که با رشته‌های پزشکی آشنایی نداشته باشن یک کمی گنگ باشه که دقیقاً چه اتفاقی میفته و چه کاری میکنن که درد کنترل میشه. یه توضیح کوچیک که حالا در حد کامل باشه ممنون میشه. روش‌های بلوک عصبی به این صورته که هر منطقه‌ای، هر قسمتی از بدن توسط یک یا چند تا دونه رشته عصبی دارن پوشش داده میشن. ما توی این بلوک عصبی میایم اون عصب رو بی‌حس میکنیم، اون عصب رو در کنارش خیلی دارویی میذاریم که این ایمپالس های درد دیگه منتقل نشن. شیوهش به این صورته که ما باید اون رشته عصبی رو کم و بیش ببینیم. حالا این دیدنش میتونه با یک دستگاهی شبیه سونوگرافی باشه، میتونه توی اتاق عمل زیر دستگاه اشعه ایکس باشه. اما بلوک های عصبی هیچ کدام برای انجامشون نیاز به بیهوشی نیست. در حالتی که بیمار بیداره و هوشیار انجام میشن. معمولا زمان خیلی کمی میبره، 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت. زمان معمولیه که حالا بسته به بلوکی که مورد نیاز هست زمان میبره تا این پروسه انجام بشه و همه بلوک ها به طور سرپایی انجام میشن و عارضه هم واقعا نادره، عارضه هم بسیار بسیار نادره توش. دوره نقاهت هم داره بعد از این عمل حالا سرپایی که فرمودین؟ دوره نقاهتی نداره ولی یه سری آمادگی ممکنه که نیاز داشته باشه. آمادگی هاش فقط در این حد هست که بیمار باید ناشتا باشه. دومی که اگر داروی ضد انعقادی داره استفاده میکنه، اون داروی ضد انعقاد حالا بسته به اینکه اون دارو چی باشه و نوع بلوکی که میخواد انجام و پیش نیازش همین هست، ولی دوره نقاهت نداره و بلافاصله بعد از بلوک که به صورت سرپایی هم انجام میشه بیماران میتونن به زندگی طبیعی و فعالیت روزمرهشون برگردن. بعد یه سوال دیگه هم، بلافاصله پس از بلوک درد بیمار برطرف میشه یا طول میکشه اونم کنترل دردش؟ سوال بسیار خوبی. بلافاصله بعد از بلوک بیماران این تفاوت رو احساس میکنن، اما معنیش این نیست که الزاماً 100% همه
درد همون موقع از بین میره، یا اگر درد کاملا حتی 100% همون موقع از بین رفت، این تسکین درد الالعبد ماندگار خواهد بود. گهگاه پیش میاد که بیماران بیش از یک جلسه نیاز دارن که بلوک انجام بشه یا این روش‌های مداخلی انجام بشه. با دفعه اولی که انجام میشه بعضی وقتا ممکنه که درد نصف بشه یا 60% 70% درد کم بشه، ولی بعد از یه مدت دوباره نیاز باشه که دوباره یک روش دیگری یا همون روش تکرار بشه. یه علتش هم این هست که خب شرایط این بیماران ثابت نیست. ممکنه که اون توده‌ای که وجود داره گسترش پیدا بکنه، عصب‌های دیگری یا منطقه دیگری رو درگیر بکنه. بنابراین قضیه اینطوریه که همون لحظه متوجه تفاوت خواهند شد، اما گاهی برای اون نتیجه دلخواه نیاز به صبوری وجود داره. خیلی ممنون آقای دکتر. و من آخرین سوال رو از خدمتتون بپرسم. بیماران مبتلا به سرطان خب بعد از اینکه پروسه درمان رو طی میکنن، برخی مواقع رو درمان‌های نگهدارنده با میشه و فقط ما فالو آپ میکنیم و مشکل اصلیشون روی دردهای مزمنیه که حالا ناشی از عوارض درمان بوده یا داروهایی که مصرف شده. میخواستم ببینم چه توصیه‌ای برای بیمارانی که دردهای مزمن دارن دارید؟ خیلی متشکر. این نکته بسیار مهمیه که بیماران درد رو به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از سیر بیماریشون تلقی نکنن و درد رو هم نادیده نگیرن. اگر دردی وجود داره درمانی هم وجود داره، همیشه درمانی وجود داره. بیماران و همراهانشون باید و اطرافیانشون، خانوادهشون باید آگاه باشن به این قضیه و فکر نکنن که تحمل درد واقعا یک فضیلته. نه، واقعا اینطور نیست. برای کنترل درد اقدام بکنن، به پزشک معالجشون مراجعه بکنن و وقتی که درد از یه حدی بیشتر میشه که با مسکن‌های معمولی پاسخ نمیده، زود مراجعه بکنن به پزشک متخصص درد. همه این روش‌ها قابل استفاده هستن برای بیمار و کنترل درد رو میسر میکنن. ممکنه که برای بعضی از بیماران یک مقداری زمان بر باشه، اما در نهایت پاسخ خواهند گرفت و شرایط حتما بهتر خواهد شد. اینه که در نهایت میخوام بگم که جمله رو تکرار بکنم که وقتی دردی وجود داره همیشه یک درمانی هم وجود داره و همیشه میشه به بیماران کمک کرد. واقعا جملتون خیلی قشنگه، چون من همیشه به مریضا میگم که واقعا مریض نباید درد بکشه، ولی حالا این آگاهی بخشی هی باید تکرار بشه که جزئی از درمان نیستش درد و قول شما من همیشه همینو میگم، هر دردی هست درمانی هم هست. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون گذاشتید امشب. از دوستان کسی سوالی داره؟ امشب هم شب عید بوده، خیلی چیز نبود. حالا لایو رو دوستان میبینن، سیو میشه هم تو صفحه من هم اگه شما اجازه بدین تو صفحه شما. براتون آرزوی سلامتی دارم و شب خوب. متشکرم، لطف کردید. دوستان عزیز شب خوب. خیلی خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین و خوشحال شدم که خدمتتون بودم. خواهش میکنم. بزرگوارید. خدا نگهدار. سلامت باشین. خدا حافظ.